از شکست. Listen you. سلام دیشب خوش خب سلام دوستان، خوش من به یک ویدیو دیگه از من و تو. امروز هم دیگه آزمایش ما انجام بدیم، آزمایش اسپرایت و بده اونو بده اون بعدی اسپرایت آلیسه. متاسفانه اسپرایت پیدا نکرد. مگه اسپرایت نیست؟ کلا اسپرایت مارکه. خب آلیس نوشابه سبز. خب پاستیل و ما نیاز درش بسته شد. خب دیگه اینو باید چیکار کنیم؟ اینو بگیر من انجام میدم. خب اول از همه پاستیل رو وا میکنیم، میچینیم. بیرست همین یه دونه سو نریم جن نزنیم. پاستیل رو میچینیم کف ظرف. منم بده. خب رو همین داریم میخوریم. خب بده من باست بس دیگه جغوته شده. نمیرم مگه سنگ میخوری؟ یه پاستیل دیگه. پاستیلا رو وقتی چیدیم کف ظرف میدیم دستیارمون. بذار شهلای من کجایی؟ اینجوری شد. نشون بدیم میدیم دستیار در نوشابه رو باز کنه. بگیر ای بپاشه بیرون. تکون که نخورده. چون بازه. خب حالا باز شد. نه اوکی بخور بریز. عزیز دلم و اجده ها، یاره خوشگلم و اجده ها، یاره خوشگلم تو هستی، عزیز دلم تو هستی. دوستان پشت صحنه آبش تموم شد ولی الان هم مونده. آبش واقعا خوشمزه است. این اسپرایت میخوری با طعم پاستیل. بیشتر شبیه این که پاستیل میخوره با طعم اسپرایت نیست. خیلی خدا وکیلی خوشمزه شده بشه. بده منم مزه کن. خدای خوشمزه سی نبگیر. بگیرم خواهرم همش میخورم. بله ببین واسه چی آوردم؟ محلول اصل. برادر سولو اسکوات کردم باشی بابا. بیا واو آماده شد. آره ما اینو 2 ساعت گذاشتیم توی فریزر. 2 ساعت یخچال 2 ساعت فریزر. البته کمتر هم میشد. ما حاجی یخ اسپرایتی بگیر اینجا بشین. اینجوری شد دیگه قیافش. وای چرا اینجوری یخ اسپرایتی نکن. بجورم یخه. واو بینازی تر میشه.
وسطش یکم سفته، کنده نمیشه. گوخور این وسطش یه جوریه که سفته ولی دورش نرمه گاز میزنی. خب دوستان اینم از ویدیوی ما، این از ویدیو ما و تا ویدیو دیگه خدافظ. خیلی ویدیو و